مقامات ترکیه از تفصیلات تازه حادثه حمله به یک کلیسا در شهر استانبول این کشور که یک حملهگر آن شهروند تاجیکستان به نام امیرجان خالقوف گفته میشد خبر دادند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقامات کشورشان میگویند تفتیشات درباره این حادثه معلوم کرد که تقریبا 3 هفته پیش از عملیات دو حملهگر کلیسا از استانبول با ماشین به کیسری رفته در جلسه داعش شرکت کردند. مقامات این کشور گفتند نوارهای نظارتی حضور 7 عضو داعش از جمله دو حملهگر را که در کیسری در یک مهمانخانه ثبت شده است به دست آوردند. طبق اطلاع به دست آمده گمانبران با نفر با نام امان‌الله حاجی با نام مستواری عبدالله که در نویه کیسری زندگی میکرد در تماس بودند. 7 نفر با شمول دو حملهگر کلیسا داوود تندوی و امیرجان خالقوف که روز 5 ینور با ماشین‌های جداگانه از استانبول برآمده بودند با گمانبر با نام عبدالعزیز عبداللهیف ملاقات کردند. آمده است در خبر گفته می شود این 7 نفر روز 6 ینور در یک مهمانخانه در کیسری جمع شدند. مقامات تفتیشاتی این پرونده می گویند معین شد که آنها در منزل گمانبر امان‌الله حاجی با نام مستواری عبدالله در همین نوعیه جلسه تشکیل کردند. داستان ترکیه می گوید این 7 نفر که در عضویت به داعش گمانبرند در تعرضه حمله روز 28 ینور سال 2024 به کلیسای سانتا ماریا دست دارند. به گفته داستان این 7 نفر در همان مهمانخانه کیسری که روز 6 ینور جمع آمده بودند نقشه حمله را کشیدند و 8 ینور به استانبول برگشتند. گفته می شود در چارچوب تفتیشات که دادستانی کل استانبول در رابطه به این حمله انجام داده است 51 گمانبر از جمله 2 گمانبر حمله و 1 نفر دیگر با نام ادم حمیرزایف نام مستعاریش ادم ابودرور اششانی که از تصمیم گیران بوده و دستور این حمله را داده است دستگیر شدند. یادآور میشویم روز 28 ینور سال 2024 به کلیسای تاریخی سانتا ماریا در استانبول حمله مسلحانه صورت گرفت که در نتیجه 1 نفر با نام تونسیر مراد جهان 52 ساله جان باخت. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی ارلیکای فردای روز حادثه اعلام کرده بود که پلیس استانبول 2 حملهگر را دستگیر کرد. یادآور میشویم که اشتراک شهروندان تاجیکستان در حمله به کلیسای استانبول باعث شد که از آن به بعد مقامات ترکیه با وجود نظام بدون روادید در راه سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور محدودیت‌های سخت ایجاد کنند. شهروندان تاجیکستان از آن شکایت دارند که آنها را بدون داشتن چپتای بازگشت و نشان دادن مبلغ کافی برای تامین بود و باششان در ترکیه به این کشور را نمیدهند و بسیاری از مسافران تاجیک را از فرودگاه‌ها پس می‌گردانند.